چی میشد اگه یک تانک مدرن با 10,000 شوالیه قرون وسطایی روبرو میشد؟ تصور کنید وسط یک دشت ایستاده اید و 10,000 تا شوالیه قرون وسطایی هم هستن و اونقدر با اسباشون دور دور میکنن که باعث میشن جوری گرد و خاک بلند بشه که دولت به علت آلودگی هوا فردا رو تعطیل کنه. اون بر بیابون هم یک تانک غول پیکر آهنی ایستاده که فقط منتظره که شوالیه ها به اسباشون یه نیش گاز بدن و تانک با تمام سرعت به سمت اونها یورش ببره. چه رویای عجیبی، چون باور کردنی نیست که یه تانک با 10,000 تا شوالیه بخواد بجنگه. انگار زمان و مکان قاطی شده و قیمه ها رو ریختن تو ماستا. بهتره کمربند هاتون رو ببندید چون قرار جنگی رو با هم ببینیم که ژول ورن هم توان به تصویر کشیدنش رو نداشته. خب سوال میلیون دلاری اینجاست، اگه پیشرفته ترین تانک امروزی رو وسط میدون نبردی در قرون وسطا بیاندازیم نتیجه چه خواهد شد؟ بذارید براتون روشن کنم که منظورمون از تانک چیه، نه از این تانک هایی که کره شمالی داره. یه تانک مثل M1A2 آبرامز آمریکایی که برای خودش برو بیایی داره و هرچی نفر برای خودروی زرهیه جلو پاش بلند میشن و تا به میدون میاد همه میگن لوتی محل اومد. این تانک 60 تن وزن داره و هرچی میخوره فقط عضله میشه و یه خمپارش میتونه یه لشکر رو دود کنه بفرسته هوا. حالا شما حساب کن این تانک موشک ضد تانک حریفش نمیشه، چجوری 4 تا شمشیر و نیزه میتونن بهش آسیب بزنن؟ اینا حتی براش قلقلک هم حساب نمیشه. گلوله‌ای که این تانک شلیک میکنه 120 میلیمتر یا همون 12 سانتی متر قطر داره که میتونه شوالیه ها رو جوری بکشه که از این دنیا که هیچی، از اون دنیا هم هیچی، از اون یکی هم برند به یه دنیای دیگه. یک گلوله تانک آبرامز میتونه تا چند کیلومتر اونورتر بره و این ور و اون ور هدف و مولینکس کنه. حالا شوالیه چجوری میتونه با اون نیزه هاش از پس این تانک بر بیاد؟ بهش میرسیم. آبرامز چند تا مسلسل هم داره که گلوله هاش نزدیک به 13 میلیمتر قطر دارن که بالای برجک قرار میگیرن و یک مسلسل 762 میلیمتری هم کنار توپ قرار داره. این دوتا مسلسل جوری پیاده نظام دشمن لتو پار میکنن که انگار هرگز چنین نیرویی وجود نداشته. در سمت روبرو 10,000 شوالیه هستن که سوار بر اسب و با زره سنتی آماده نبرد با تانک هستن. هر شوالیه یک شمشیر بلند فولادی به کمر داره و یک نیزه بلند چوبی نوک‌فلزی در دست، آماده برای یورش. این ترکیب سلاح استاندارد شوالیه های اون دوران بوده. شمشیر برای نبرد تن به تن، نیزه برای حمله به سوار نظام. زره شوالیه ها واقعا در زمان خودش بیمانند بوده، درست مثل پیکان 48 که یه زمانی 3 تا خانواده 11 نفره باش میرفتن شمال برمیگشتن. شوالیه ها آماده جنگ هستن با درفش های برافراشته و شیپورهایی که در اون دمیده میشه تا جنگ آغاز بشه. شوالیه هایی که فکر میکنن این هیوله ها از اون هیوله هایی هستن که توی قرون وسطا باهاش روبرو میشدن، اما نمیدونن این داش آبرامز بی‌عصاب‌تر از این صحبت است و مادر نزایده کسی که بخواد در برابرش کمر راست کنه. از دید شوالیه ها تانک فقط یک اژدهای فلزیه که قرش میکنه و از دهانش آتش بیرون میاد، اما نمیدونن که این تانک ها با دهان بسته دهان همه رو... بله، من اگه شوالیه بودم و این تانکو میدیدم حتما پوشک لازم میشدم. حساب کنید که جنگ در یک دشت باز بدون هیچ گونه سنگر و کمین و پناهگاه قرار انجام بشه. مثل املاکی آدرس دادم نه؟ شوالیه ها در چند صف در کنار هم ایستادن و آماده ی حمله هستن و با خودشون فکر میکنن علی آباد هم شهریه برای خودش. اما خب این توبه میری از اون توبه میری ها نیست. در همین لحظه تانک مدرن نظامی با متانت سر جای خودش ایستاده و خدمه تانک از اون تو با خودشون میگن که این شوالیه‌ها چی توی خودشون دیدن که با گندلات محل که نفس کش میطلبه در میافتن. خدمه تانک فکر میکنن شاید اینا بخشی از یه فیلم دراماتیک هستن که هالیوود ساخته. فرمانده تانک از بالای برجک نگاهی به لشکر شوالیه‌ها میکند و میگوید آماده باشید که قرار فیل رو تبدیل به قیمه کنیم. جنگ آغاز میشه. شوالیه ها بدون اینکه به سرانجام کارشون فکر کنن از اونجایی که در همه جنگ هایی که داشتن برنده بودن اسب‌هاشون رو به حرکت در میارن و قرش کنان به سوی تانک ها میتازن. هر لحظه فاصله کمتر و کمتر میشه و شوالیه ها خودشون رو در برابر این دیو آهنی میبینن. 500 متر برای تانک چیزی نیست و انگار از این پهلو به اون پهلو بچرخه. هرچند میتونست از فاصله دورتر هم شلیک کنه اما گذاشت حسابی نزدیک بشن تا زیبایی گلوله ها بیشتر بهش بیاد. خدمه تانک اولین گلوله 120 میلیمتری رو شلیک میکنه و سپس بوم. همین که خدمه بگن که گلوله رفته کامرانیه و در چند ثانیه به جلوی سپاه دشمن برخورد میکنه و انفجار بزرگی رخ میده.
شوالیه‌های عقبی یه سکته ناقص میذارن و جوری ترس بر اونها چیره میشه که با خودشون میگن این دیگه چی بود واسه کی بود. اونا فکر میکنن که رعد و برق از آسمون فرود اومده یا اینکه طلسم یا چیزی مانند اون در کار هستش. گرد و خاک زیادی از زمین بلند میشه جوری که چشمو نمیبینه و چند تا اسب که هیچ سواری ندارن با خودشون میگن گوره بابا یونجه ما رفتیم. اما این پایان کار نیست و پشت سر هم گلوله‌های تانک شلیک میشه و شوالیه‌ها با خودشون میگن که کار تموم. گروه زیادی از شوالیه‌ها تانک رو دوره میکنن تا اون رو گیج کنن، اما تانک به راحتی میتونه برجکش رو 360 درجه بچرخونه. خدمه که میفهمن دشمن داره به صورت جناحی حرکت میکنه، مسلسل 7.62 میلیمتری خودش رو به طرف راست میچرخونه. ناگهان صدای شلیک رگبار بلند میشه و گلوله‌ها یکی پس از دیگری به سمت شوالیه‌ها به پرواز در میاد. شوالیه‌ها که با خودشون فکر میکردن تانک آبرامز رو در چند دقیقه از پا در میارن، به سادگی آبی که از دوش همون پایین میاد از اسب به پایین میافتن و حتی گوششون نمیمونه که تیکه بزرگشون بشه. مسلسل تانک به اندازه‌ای نیرومنده که در چند ثانیه خط اول شوالیه‌ها رو درو میکنه. در چنین شرایطی هر کدوم از شوالیه‌ها که کمی عقل داشته باشه باید بذاره بره. اما خب نه که کلاه خود سنگینه، به مغزشون فشار میاد و نمیتونن ازش استفاده کنن، اونم توی گرمای سوزان بیابون، حالا تو جنگل بود یا چیزی. یکی از شوالیه‌ها که اون گوشه موشه ها در حال دیدن تیکه پاره شدن دوست داشته با خودش میگه آه شاه آرتور کجایی ببینی که سپاه تو کشتن؟ تو که گفته بودی من این تانک رو به آتش میکشم. این نظام روزگاره، نزنی میزننت. تا اینجا کار مشخص شد تکنولوژی مدرن داره شوالیه‌های دلیر رو لت و پار میکنه. به نظرتون نتیجه نبرد و دیگه میشه حدس زد نه؟ خب قبل از اینکه نتیجه نهایی رو بگیم شما حدس بزنید کدوم طرف برنده است. برامون پایین ویدیو کامنت کنید که طرفدار تانکید یا شوالیه‌ها. راستی اگه تا اینجا از تماشای این نبرد عجیب لذت بردید و هنوز همراه ما هستید، یک لایک به این ویدیو بزنید تا بدونیم چقدر موضوعات این چنینی رو دوست دارید. اما نکته اینجاست که همه شوالیه‌ها ترسو نیستن و برخی از اونها افراد شجاع و از خود گذشته‌ای هستن و میگن که حالا که تا ساحل اومدیم باید بزنیم به دریا، یا ما در دریا غرق میشیم یا دریا در ما غرق میشه. خدمه تانک دوست ندارن کسی بهشون نزدیک بشه، دوباره شروع میکنن به شلیک کردن که به بزرگترین تجمع شوالیه‌ها در جناح چپ برخورد میکنن. این بار هم 10 نفر کشته میشن و بوی خون و باروت جوری در هم آمیخته میشه که حس میکنی داری از کنار کبابی توی جاده چالوس رد میشی. هرج و مرج شدیدی ایجاد میشه و اسباب این طرف و اون طرف میرن، انگار که ساعت 5 عصر شده و مترو صادقیه به سمت کرج اومده و سیل جمعیت برای اینکه زودتر سوار بشن از روی سر و کله هم بالا میرن. تا اینجا شاید صدها شوالیه کشته شده باشن، اما خط و خشی به تانک نیافتاده و میتونی بگی دست یک خانم دکتر بوده که باهاش میرفته مطب و راحت میشه به قیمت خرید فروختش. تانک 60 تنی بدون اینکه رحم و مروتی داشته باشه از روی پیکرهای بیجان و نیمه جان اسب‌ها و شوالیه‌ها رد میشه و انگار نه انگار ای دل. چند تا از شوالیه‌ها میرن از پشت تانکو غافلگیر کنن، اما نمیدونن پشت تانک با پشت ما فرق میکنه. پشت تانک دوربین داره داداش. خدمه که متوجه حضور شوالیه‌ها در پشتشون میشن میگن ببخشید پشتمون به شماست. شوالیه‌ها میگن خواهش میکنم داداش، از قدیم گفتن اصلا تانک پشت رو نداره. اما خدمه برای اینکه سوء تفاهم نشه دنده عقب میگیرن از رو شوالیه‌ها رد میشن. تا اینجا درباره تانک صحبت کردیم و آیا تانک میتونه این نبرد رو ببره؟ فکر نکنم. یکی از بزرگترین دشمنای تانک تو میدون نبرد محیطه. تانک های سنگین روی زمین صاف و محکم عالی عمل میکنن، اما اگه زمین باتلاقی یا خیلی گلالود باشه ممکنه شنیاشون تو گل گیر کنه. وضع 60 تنی آبراهامو تصور کنید که تو باتلاق فرو رفته. تانک عملاً تبدیل به مجسمه فلزی میشه که دیگه نمیتونه حرکت بکنه. تاریخ نشون داده یه شکاف یا گودال کوچیک در زمین کافیه تا شنی تانکو از جا در بیاره یا تانکو کج کنه. پس شوالیه‌های باهوش ما باید تانکو به سمت زمینای نرم یا تپه‌های ناهموار بکشونن تا احتمال گیر کردن بالا بره. خب چرا دارین منو نگاه میکنی؟ برو بکشونش دیگه. مورد بعدی اینه که 10,000 نفر واقعا نیروی کمی نیست. حتی اگه تانک در عرض 10 دقیقه 10 نفر رو از بین ببره، بازم شوالیه‌های زیادی باقی میمونن. اونا میتونن از تاکتیک‌های گروهی بهره ببرن. برای نمونه شوالیه‌ها میتونن صبر کنن تا تانک وارد یه منطقه‌ای از پیش تعیین شده بشه و بعد یه حمله غافلگیرانه دسته جمعی انجام بدن. از همه جهت به تانک نزدیک بشن تا خدمه تانکو سردرگم کنن که کدومشون الان باید بزنم من.
نه، تانک میتونه تیراندازی 360 درجه داشته باشه اما سرعت چرخش برجک و تعداد سلاحاش محدوده. اگه شوالیه ها از همه سمت حمله کنن احتمال داره بعضی از اونها خودشونو بتونن به تانک برسونن یا حتی ممکنه به فکر تله گذاشتن بیفتن. مثلا یه گودل بزرگ تو مسیر تانک حفا کنن تا تانک تو اون سقوط کنه. با این وجود انجام چنین نقشه های اصلا آسون نیست و هماهنگی و شجاعت زیادی نیاز داره. شاید مجبور باشن شبانه و در پوشش تاریکی به تانک نزدیک بشن و روی اون روغن یا قیر داغ بریزن یا ورودیای هوا دریچه ها رو ببندن. تصور کنید شوالیه هایی که یواشکی روی تانک بالا رفتن و تمام ورودی ها رو با گلولای میپوشونن. هرچند احتمال تلفات در حین این تلاش زیاده، اما اگه موفق باشه کفه ترازو رو کمی به سوی شوالیه ها سنگین میکنه. تانک های مدرن برخلاف یه ارتش کلاسیک منابع محدود دارن. یا آبرامز با موتور توربینی خودش هر ساعت 10 ها گالون سوخت میسوزونه و بدون تدارکات نهایتاً چند ساعت میتونه فعال باشه. همچنین مهمات تانک محدوده، حدود 40 تا گلوله توپ و شاید چند هزار تا فشنگ تیربار داره. در مقابل شوالیه ها میتونن غذا، آب و نیروی تازه نفس از اطراف تامین کنن. به عبارت دیگه زمان به نفع شوالیه هست. اگه اونا به جای حمله انتحاری صبر پیشه کنن و در فاصله امن از تانک قرار بگیرن، دیر یا زود سوخت تانک تموم میشه یا مهماتش ته میکشه. وقتی تانک به یک غوله آهنی بی سوخت تبدیل بشه، شوالیه ها میتونن اونو محاصره بکنن، دقیقاً مثل یک قلعه متحرک. در نتیجه خدمه تانک دو تا انتخاب بیشتر ندارن، یا تسلیم بشن یا از شدت تشنگی و گرسنگی بمیرن. شوالیه های قرون وسطایی هنر صبر کردن محاصره طولانی خوب بلدن و میتونن همون استراتژی علیه تانک به کار بگیرن. هرچند تانکی ماشین جنگی پیشرفته است ولی مثل من بی‌عیب و نقص نیست که. اگه شوالیه ها بتونن این نقاط رو پیدا بکنن میتونن ازش به عنوان یک برگ برنده استفاده کنن. مثلا شنیای تانک. شنیا بسیار آسیب پذیرن. مثلا اگه یکی از شنیا آسیب ببینه یا از جا در بیاد، تانک عملا زمینگیر میشه. شوالیه ها میتونن با انداختن تیرک‌های چوبی کلفت یا حتی فدا کردن چند اسب زیر شنی تانک اونو از حرکت متوقف کنن. تاریخ نشون داده فرو کردن میله ها یا چوب در چرخ دنده های شنی میتونه تانک رو متوقف کنه. بعد از بی حرکت شدن تانک دیگه همه چی اوکیه، دیگه بریم بگیریمش. تانک برای هدفگیری به دوربینا و سنسورهای خودش متکیه. این تجهیزات اکثرا بیرون از بدنه هستن و نسبت به ضربه آسیب پذیرن. ببین اگه بتونن شوالیا به تانک نزدیک بشن، حتی با پرت کردن گل و شن و پارچه و اینا میتونن چشم تانک رو کور کنن. بدون دید خدمه تانک مجبور میشن یا دریچه رو واکنن یا کورکورانه شلیک کنن که هر دوتاش خطرناکه. پس من از پشت همین تریبون نتیجه نهایی رو اعلام میکنم: شوالیه های شجاع ما برندن. اگه بتونن از زمان به خوبی استفاده کنن، تله بذارن، سعی کنن از هر طرف. ای بابا اینجوری نمیشه، وایسید خودم بپوشم بیام. خب دوستان، به پایان این سناریوی هیجان انگیز رسیدیم. امیدوارم از این نبرد خیال پردازانه لذت برده باشید. ما که حسابی آدرنالینمون بالا رفت. نه؟ اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد، حتما ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو برامون بنویسید. اگه شما فرمانده شوالیه بودید چیکار میکردید؟ فرار یا نقشه بهتر؟ یادتون نره برای دیدن سناریوهای جذاب بعدی کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا اولین نفر از ویدیوهای جدید با خبر بشید. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. تا سناریوی فرضی بعدی مراقب خودتون باشید و در دنیای واقعی خوشحالیم که تانک و شوالیه واقعا به هم برخورد نمیکنن.